چهارم رمضان در آینه تاریخ. رمضان ماه دلاوران و دلاورمردان، رمضان ماه خاطره عزتها و سرافرازیها. فتح شهر بلگراد. در چهارم رمضان سال 927 هجری قمری موافق با 8 هوت 1521 میلادی، مجاهدان دلیر و جانبرکف خلافت عثمانی توانستند شهر بلگراد را که دروازه اروپای میانه و پرقدرت‌ترین دژ حمایت آن بود را در هم کوبیده فتح نمایند و مردم مظلوم این شهر را از بردگی پادشاهان زور و کلیسا رهایی داده به سوی بندگی الله یکتا دعوت کنند. پیش از این عثمانیان در سالهای 1441 میلادی و 1456 میلادی و 1492 میلادی این شهر را مورد محاصره قرار داده بودند، ولی پیروزی با آنها یاری نکرده بود و بالاخره در زمان سلطان قانونی این شهر اسلام را به آغوش گرفت. اعلان جنگ با آلمان. در چهارم رمضان سال 1073 هجری قمری موافق با 12 آوریل 1663 میلادی، دولت خلافت اسلامی عثمانی پس از 76 سال که از معاهده سیتواتروگ که آتش جنگ بین آنها را خاموش کرده بود، بر علیه آلمان اعلان جنگ کرد. این اعلان جنگ از این رو اتفاق افتاد که آلمانی ها معاهده را زیر پا نهاده دژ بسیار محکمی را بر مرز دولت اسلامی عثمانی برپا کردند.